سلام بچه ها، اومدیم با پیج یوتیوب. بچه ها یه ویدیو گوشم تو آپارات، این اصلا به خاطر آپاراته که این ویدیو رو دارم میسازم، یعنی این ویدیو دارم میسازم. بچه یه فارم بچه فرنس اتوماتیک تو آپارات اول بریم بچه اونا ببینیم، لینکش هم بذارم پایین. بریم اول پیج آپاراتم اونا ببینیم. اگر ندارین به تو هم آپارات اسم یوتیوبمون تو آپارات سرچ کنیم براتون میاد. خب بچه چیکار میکنیم ما؟ اول کاری که میکنیم یه تیکه همچی جایی میخوایم، یه فارم اتوماتیکه مثل همون گاز فرنیسه، اسم یادم بچه کلن بسلا که این خواهیم همه ایناست. ما زیر اینجا میکنیم، این روشه دست و چای کل اینجا را با اینا قشنگ پر میکنیم که خوب ها چیکار میکنیم؟ یه دونه از این بلاک اینجا، یه دونه میذاریم اینجا. خب این بالا زیبا این بالا اینا بشین خاک برد، اینجا خاکا برمیداریم میذاریم جایی چون کل اینجا با خاک پر میکنیم. بعدش تو میای پای سرش از کل اینجا را تا اینجا یه دور دیگه باید پای سرش پر شه. و چاپ کنیم این روش هم دور از تو میذاریم. بعدش این کنار هم باید بذاریم این دیگه آبا برمیداریم میذاریم به جا خاک. کل اینجا صاف بشه. بعدش این تر بشه چه با از این بلاکا پر میکنیم. اینجا با کلش با این بلاکا. بعد میایم اینجا وقتی که اینا پر کردیم سه تا میایم بالا، کل اینجا با پر. بعدش بچه حتی یه تیکه اینجا جا پر. خب ما الان کل اینجا را پر کردیم. بعدش به اینجا شیشه رو به این سمت میذاریم، همشو کلش به این سمت میذاریم، روش یه دور دیگه میذاریم، یه دور هم روش. بعد چی کار میکنیم؟ یه از این پیستونای معمولی برمیداریم کل اینجا اینجا اینطوری میکنیم، میایم اینجا پای سرش به همین سبک میایم پای سرش میشه میکنیم. بهش روش از ما میذاریم. خب الان ما کل اینجا پر میکنیم. خب کار نمیکنه، باید یه دور دیگه روش بذاریم. حالا فکر کنم بچه میتونین یه همچین چیزی هم بسن، ولی خب فکر کنم زیاد بده ولی خب فایده خوش داره.
مایه. آها مکن هسته برعکس نمیسته چه کار نمیده. اینا بچه باید به صورتشون به اون ور باشه. بکن جارم دو پر بچه کار میکنه یه دو از پیستون جلوی کل استیک پیستونا میاد جلو میره. بعدش با مثلا وایس مثلا اینا بیاد من حال ندارم میام اینجا تا موقع پیر میشیم ما تا اینا بیاد با ما میکنم تو اینت که حالا درست شده است ما باید خب بچه ما یه اشتباهی کردیم ما باید جلو تر میذاشتیم که ما باید کل اینجا کلش خراب این چست پایین هم باید خراب کنیم اینجا نکن. خب بچه ما الان کل اینجا خب ما الان کل اینا که باید چیکار کنیم از همینا از وای میسیم به این سمت از ما الان حالا وایسم 2 ساعت اینا بزرگ شد چیکار کنیم ما این لای شیشه دیگه به اینجا خب و یه کاری میکنیم از اینا برمیداریم به کل اینا حالا تا بزرگ شد تا وایسیم پس کن درست میشه درست شد از این روش دیگه از این میکشیم بعدش اینجا یه لایه از زیرش میکنم. خب حالا از نمیذاریم کل خب حالا درست شد اصلا اینو بکنیم سرش جا بزن ما الان میایم پایین حد بذار اونا بذار هنو بزرگ نشد از یه دست اینا میذاریم اینجا اینو باید یخته خودش بدیم تا را بیفت و الان اینو خودش باید چی کار بکنیم این دقیقا پایین همینجا که یه دونه یعنی هاپر برمیداریم هاپر حالا چستم بده به ما چرا بمیم اینجا چست مثلا اینجا ما از این هاپر شیفت میگیریم هاپر مثلا نگیم چرا باید اینجا رو پر کنیم حال بچه الان
درست شد و هر وقت که شما بیاین اینجا دقیقا هم حالا من خب میای اینجا از نورد داریم یه دونه تو از هم بذار اینجا بشه این یه دونه رو همین خب اینو باید اینجا یه پولش میدیم بعدش وای میسیم که اینا بزرگ شه باید نه حالا یعنی بچه یعنی من وقتی اینجا بزرگ میشه خود کار نمیکنه بعدش این چیز که این پایین میره میاد وقتی که ما بیاد چستش بکنیم این از همون گذاشت به همطور هم زیادتر میشه و چون میتونم از ویدیو خوشتون اومده باشه و این آموزش به درد خودش به درد کنم ترید این خیلی بخوره این همچین چیزی ولی خب میتونه به سایز خیلی بزرگ مثلا از این جرسن تا اونجا مثلا درست کنم ولی خب من به سایز خیلی کوچیک ترش ساختم امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه تا یه ویدیو